این وقت شروع کرد به الله الله گفتن، خدا خو از نام خودش چقدر خوشش میآید کور از زبان بنده بی‌وفا بشنوه. بازی الله الله گفتن که شروع کرد، الله به فرشتگان میگه برین تو ببینین که این بنده چی حالت داره. فرشته ها میآیند از زمین. وقتی کسایی که به عیادت مریض میآیند از پیش پرسان میکنه صحت چطوست، این چی میگه؟ الحمدلله الحمدلله، شکر الحمدلله. فرشته ها میرن به سمت خدا، میگه پروردگارا این بنده هر کسی که به عیادتش میامد پرسان میکرد صحت چطوست، میگفت الحمدلله. چی میگه الله؟ میگه بر بالای من حق دارد بنده ام، بر بالای من حق دارد بنده ام که این را داخل جنت بگرداند. ای فرشتگان آگاه باشین، گوشت بدنش توسط مریضی کم شده، بهترین گوشت برایش میدهد. لایکی